سلام. مسعود باریزانی رئیس جمهوری منطقه خودمختار کردستان عراق خواسته است تا یک رایپرسی درباره استقلالیت این منطقه برگزار شود، زیرا به گفته او مرزهایی که برای 100 ساله بین کردها گذاشتند یک خطای بزرگ بود که سبب جنگ و خونریزی و مصیبت‌ها شده است. مسعود باریزانی روز 3 فوریه در وبسایت رسمیش گفته است حالا فرصت آن رسید که کردها از طریق رایپرسی درباره سرنوشت آیندهشان تصمیم بگیرند. عین زمان به گفته او این رایپرسی حکم اجرا ندارد و معنی آن نیز طلب استقلال کردستان نیست و هدف آن معلوم کردن اراده مردم کرد است تا رهبران کردها در زمان و شرایط درست آن را عملی کنند. تقریبا از 25 تا 35 میلیون نفر کرد در خاورمیانه زندگی می کنند و از اقلیت‌های بزرگ ترکیه و عراق، سوریه و ایران به حساب می روند. در این باره صحبت داشتیم با ایلیا جزایری، خبرنگاری رادیوی فردا که از کردستان عراق از طریق اسکایپ به ما پیوست. آقای جزایری، به برنامه ما خوش آمدید. ممنون. بار اول نیست که مسعود باریزانی مسئله استقلال کردستان را در میان میگذارد، ولی در زمانی که از یک طرف داعش از طرف دیگر پایین آمدن قیمت نفت وضع کردستان را مشکل کرده است، بیانیه مسعود باریزانی چه معنی دارد؟ ببینید، خب خواست استقلال از سوی کردها سالهای ساله که داره مطرح میشه. خب مسئله تازه‌ای نیست، چه کردهایی که در عراق هستن، چه در ایران، چه در ترکیه، چه در سوریه این خواسته رو دارن، با وجود اختلافایی که ممکنه بر سر بعضی مسائل میان خودشون داشته باشن. اما مسئله استقلال کردستان و تشکیل دولت کردستان یک خواست عمومی میان کردها طی ده‌ها سال گذشته هست. این خواسته الان که مطرح شده، خب همونطور که گفتین اولین بار نیست که آقای مسعود بارزانی مسئله تعیین سرنوشت و درخواست برای برپای همه پرسی رو مطرح میکنه، به ویژه اینکه کردها در عراق خب به خاطر بحران‌هایی که در این کشور روی داده آسیب‌های بسیاری دیدن و آقای مسعود بارزانی هم بارها گفته کردها برای چه باید متحمل چیزی بشن که اختلافات داخلی در عراق هست. حالا در مورد زمانبندی مطرح شدن این خواسته هم گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح شده، به ویژه اینکه وضعیت در اقلیم کردستان عراق از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی نیست، همین گونه که در همه عراق این وضعیت مناسبی نیست و پایین اومدن قیمت نفت بحران‌های اقتصادی زیادی ایجاد کرده، به ویژه اینکه این کشور درگیر هست با جنگ با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. علاوه بر اون در داخل خود کردستان هم اقلیم کردستان اختلافات سیاسی وجود داره. 1 سال هست که از دوره ریاست آقای بارزانی، از پایان رسیدن دوره ریاستش میگذره و هنوز راه حلی برای اینکه چه کسی رئیس آینده اقلیم کردستان باشه حاصل نشده. بعضی ها گمانه‌زنی کردن که شاید این مطرح شدن این صحبت در این دوره به خاطر این باشه که آقای بارزانی بخواد همه کردها رو متحد کنه در حول یک محور تا دور بشن از اختلافات موجود. البته صحبت‌هایی هم از یک سری مقام‌های بین‌المللی و منطقه‌ای هم مطرح شده، از جمله صحبتی که آقای ولایتی مشاور رهبر ایران کرده و کردستان مستقل رو به اسرائیل تشبیه کرده، یا صحبت‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده. ممکن هست هم صحبت‌های آقای بارزانی پاسخی باشه به این اظهار نظرها که البته در بیانیه آقای بارزانی اومده و انتقاد کرده از صحبت‌هایی که به گفته آقای بارزانی غیر مسئولانه بوده از سوی برخی از مسئولان منطقه‌ای و بین‌المللی. و بعد از این بیانیه آیا تاکنون مقامات عراق و دیگر کشورهای منطقه که از اقلیت‌های بزرگ کرد دارند و به خصوص ترکیه به بیانیه‌های اخیری باریزانی واکنش نشان دادند؟ ببین، تا الان واکنش به این بیانیه آقای بارزانی نبوده، چون خب بیانیه چند ساعت بیشتر ازش نمیگذره. اما ترکیه در سالهای اخیر رابطه خوبی با حکومت اقلیم کردستان در عراق داشته، اگرچه با کردهای خودش، کردهای جنوب که بخشی از اونها مسلح هستند، در حال نبرد بوده. نفت اقلیم کردستان عراق داره از راه ترکیه به فروش میرسه و به نوعی میشه گفت مقام‌های ترکیه در مقابل این خواستهای اقلیم کردستان، اگرچه در ظاهر
نرمش نشون دادن. هنوز مشخص نیست چه موضعی در برابر این صحبت‌های آقای بارزانی خواهند گرفت، اما جمهوری اسلامی ایران به نظر نمیرسه استقبال کنه از این صحبت‌ها، چرا که یکی از دلایل اختلاف‌های موجود در اقلیم کردستان ما بین احزاب کردی همون حضور ایران در بخشی از این مناطق هست و اختلافایی که باعث شده ایجاد بشه. هنوز به نظر نمیرسه ایران از این صحبت‌ها استقبال کنه. سوریه هم همینطور. خب سوریه صحبت‌های خودش رو چند روز پیش مطرح کرد بشار جعفری نماینده دولت سوریه در مذاکرات ژنو که موضع تندی گرفت در مقابل خواسته کردهای سوریه برای یک نظام فدرالیسم. و میتوان گفت که بیانیه‌های استقلال خواهی مسعود باریزانی که پیوسته تکرار میشوند میتوانند وضع کردها را در ترکیه یا دیگر کشورهای منطقه مشکل تر کنند؟ اینکه چه تأثیری خواهند داشت بر این کردها، به ویژه کردهای ترکیه، هنوز مشخص نیست. عمده حرکت‌های کرد در ترکیه، بهتر بگم حزب کارگران کردستان در ترکیه، رابطه خیلی حسنه ای در حال حاضر با احزاب در کردستان عراق به ویژه حزب آقای بارزانی ندارن. بعد از اینکه ترکیه بمباران مواضع PKK رو در شمال عراق آغاز کرد، خب موضع علیه این اقدام آقای بارزانی نگرفت. خواسته ها مقداری متفاوت است و صحبت های آقای بارزانی هم مرتبط با خود اقلیم کردستان در عراق است. البته ممکن هست این صحبت ها و اگر گام هایی برداشته بشه باعث بشه مردم در کردستان ترکیه، کردستان عراق خوشحال بشن یا برای دستیابی به همچین دستاوردی تحرکی از خودشون نشون بدن که ممکن هست با واکنش‌های این دولت‌های خودشون روبرو بشن. تشکر. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا از شهر اربیل عراق با ما صحبت می‌کرد. تشکر آقای جزایری. تشکر از شما.